پادشاه شوشتر و قیصر رومی. در قلب امپراتوری هخامنشی، شهر شوشتر چون گوهری درخشان پایتخت بهاری داریوش شاه بود. اما هر سال با آمدن بهار رود خروشان کارون طغیان می‌کرد و این گوهر زیبا را در سیلاب‌های خشمگین خود فرو می‌برد و خانه‌ها و رویاهای مردم را با خود می‌شست. داریوش بزرگترین مهندسان و مشاوران امپراتوری را گرد آورد، اما هیچ کس راه حل دائمی برای مهار کردن این رود سرکش نداشت. شاه با خود اندیشید اگر قدرتی در زمین برای مهار طبیعت نباشد، باید آن را از سرزمین دیگری به اینجا آورد و نگاهش به سوی غرب، به سوی امپراتوری روم چرخید. شاهنشاه ایران با لشکری عظیم به سوی سرزمین‌های روم به حرکت درآمد. هدف او تنها گسترش امپراتوری نبود، بلکه یافتن دانشی بود که بتواند پایتخت بهاریش را نجات دهد. سپاهیان ایران با شکوه و نظمی بیمانند دشت‌ها را پشت سر می‌گذاشتند. پس از نبردی بزرگ، ارتش ایران پیروز شد و قیصر روم، مردی که نبوغش در معماری و مهندسی شهرت جهانی داشت، او را با احترام اما با دستان بسته به نزد داریوش آوردند. داریوش قیصر اسیر را نه به سیاهچال بلکه به شوشتر برد. او را کنار کارون خروشان برد و گفت این رود را برای من مهار کن و برای شهرم سپری بساز تا آزادیت را بازیابی. در غیر این صورت تا ابد اسیر من خواهی ماند. والریوس که شیفته این چالش بزرگ مهندسی شده بود، پیشنهاد را پذیرفت. او هفته‌ها در کنار رود قدم زد، قدرت آب و شکل زمین را مطالعه کرد و طرح‌های پیچیده از سدها، کانال‌ها و پل‌ها بر روی شن و پوست آهو ترسیم کرد. کار ساخت و ساز آغاز شد. هزاران کارگر ایرانی و رومی دوشادوش هم زیر نظر والریوس کار می‌کردند. او دستور ساخت سدی عظیم به نام بند قیصر را داد تا جریان رود را به دو نیم تقسیم کند. این نبرد هوش انسان با نیروی طبیعت بود. سالها گذشت. سد بزرگ کامل شد، کانال‌ها آب را به مسیرهای تازه هدایت کردند و آسیاب‌های آبی عظیم برای آرد کردن گندم به حرکت درآمدند. رود خروشان به شاهرگی برای زندگی و صنعت شهر تبدیل شد. بهار سال بعد فرا رسید. مردم شوشتر با دلهره منتظر بودند، اما این بار آب طغیان نکرد. سازه‌های آبی به درستی کار کردند و رودخانه مهار شده بود. فریاد شادی و هلهله از تمام شهر به آسمان برخاست. داریوش به قول خود وفا کرد و آزادی والریوس را به او بخشید. هنگام وداع شاه به او گفت تو به عنوان یک اسیر جنگی آمدی، اما به عنوان ناجی یک شهر اینجا را ترک می‌کنی. این شاهکار مهندسی یادگار تو و پلی میان دو امپراتوری ما خواهد بود و این گونه شوشتر برای همیشه از گزند سیلاب در امان ماند.